حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید بهترین زمان بر یک مؤمن زمستان هست. شبش طولانی هست تا نماز بگذراند، روزش کوتاه هست تا روزه بگیرد. الله سبحانه و تعالی زمستان را برای ما شما مهیا کرده تا خوبتر الله را عبادت بکنیم، شبش را تهجد بخوانیم و روزش را روزه بگیریم. یکی از حکمت های زمستان اینه که زمستان واقعا سخت است، خصوصا برای فقرا خیلی سخت‌تر هست. هنگامی که برف میزنه، یخبندی میشه و بالاخره شب و روز خیلی سخت تمام میشه. بر ما یک نشان دهنده این است که باور بکنید در مقابل سختی ها آسانی ها زیاد هست. اگر در تمام فصل، در تمام سال اگر فکر بکنیم 12 ماه باشه، 3 ماه این اگر زمستان باشه، بقیه کلش تابستان هست، کلش خوبی هست، راحت هست. به این لحاظ بر ما نشان میدهد که سختی ها کم هست و آسانی ها خیلی زیاد هست. الله سبحانه و تعالی همه ما شما را توفیق بده در این شب ها و روزها الله سبحانه و تعالی بیشتر عبادت کرده بتوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.